طول سگ تو یکی از پناهگاه، یکی از این شهرستان ها، دیگه اسمشو نیارم، ما رفتیم پناهگاه غذا ببریم. یه وضعیت عجیب و فجیع توی مملکت اسلامی، یعنی خدا شده بدترین شکل ممکن دارن این سگا رو نگه میدارن. این طوله افتاده بود، جالب غذایی که ما بردیم براشون، غذا رو ریخته بودن رو این سگا، داشتن روش میخوردن، یعنی اینجا کامل شده بود غذا. عجیبه، نمیدونم این حرکات رو نمیفهمم، یعنی امکانات ندارید دیگه این غذا رو نمیتونی روی این بچه نریزی. ورش داشتیم بردیمش دکتر براش سرم زده، اصلا بچه خشک خوش شده بود. الان هم این عضلاش دیگه تقریبا یکم خوش شدن، ولی امید به خدا آوردیمشه. براش سرم و سوزن و اینا زده، الان آوردیمش خونه، یه جا گرمی براش درست کردم، پتوی هم اندازم روش و بذارم توی خونه یکم استراحت کنه. گفت 2-3 روز صبر کنیم ان شاءالله، شاید خدا کمکش کرد بچه بمیره بهترشه تا برگرده اون پناهگاه. حالا فعلا درمونش کنیم، من دیگه برش نمیگردونم تا ببینم خدا چی میخواد، شاید یکی تونست نگرش دارم. من که خودم 3 تا سگ دارم تو خونه، 7-8 تا گربه دارم، نمیتونم نگه دارم. خدا ببینیم چی میخواد، فعلا درمونش کنیم تا بعدش. تشکر دوستان.